اما یک شخص سامری که از آن راه می گذشت با او دوچار شده و احوال او را دیده دلش سوخت. و اینک یک شریعتدان برخاست و او را آزمودنی شده گفت: ای استاد، چی کنم که وارث حیات جاویدانی شوم؟ با وی گفت: در تورات چی نوشته شده است و تو چطور میخوانی؟ در جواب گفت: خداوند خدای خود را با تمام دل تو و با تمام جان تو و با تمام قوه تو و با تمام هوش تو دوست بدار و یار خود را مثل خود دوست بدار. با وی گفت: درست جواب دادی، چنین بکن و خواهی زیست. ولی وی که میخواست خود را سفید کند به عیسی گفت: پس یاری من کیست؟ عیسی در جواب گفت: یک مرد که از یروشلیم به یریحو می رفت به دست دزدان افتاد. آنها لباسش را کشیدند، او را مجروح کردند و در حالت نیم مرده پرتافته رفتند. تصادفاً کاهن از آن راه روانه بود و او را دیده از پیشش گذشته رفت. همچنین مرد از سبط لیوی که در آنجا رهگذر بود نزدیک آمده او را دید و از پیشش گذشته رفت. اما یک شخص سامری که از آن راه می گذشت با او دوچار شده و احوال او را دیده دلش سوخت و نزدیک آمده به زخمهای او روغن و شراب ریخت و جراحت بندی کرد و او را به مرکب خود سوار کرده به کاروانسرای آورد و با او غمخواری نمود. و فردای آن پیش از رفتنش 2 دینار برآورده به صاحب کاروانسرای داد و به وی گفت: به این مرد نگاه بین بکن و اگر از این زیادتر خرج کنی هنگام برگشتنم به تو خواهم داد. پس به فکر تو کدام از این 3 نفر یار آن مرده بود که به دست دزدان افتاد؟ گفت: همان که به او مرحمت کرد. عیسی به وی گفت: برو و تو نیز چنین بکن.